ویدیوهای منو ندیدی، من دکتر پاکمه هستم و پزشک عمومی با سابقه 5 سال کار کردن توی این حیطه، به خصوص حیطه زیبایی. اما امروز میخوام راجع به یک موضوع تکراری برات صحبت کنم به اسم سردرد. مطمئنم که توی کل زندگی بارها و بارها سردرد رو تجربه کردی. اینکه سردرد کجا نگران کننده میشه و تو کجا باید به فکر این باشی که این سردرد من یه حالیه و مثل همیشه نیست، باید چند تا نکته رو بهت بگم و چند تا علامت رو که حواست بهشون باشه. این اطلاعاتی که الان دارم بهت میدم از American Headache Society یا جامعه سردرد آمریکاست. 5 تا ویژگی میخوام بهت بگم که اگر سردردت این 5 تا ویژگی رو داشت، خیلی مراقب باش که حتما پیگیری بکنی. اولینش اینه که به همراه علائم جنرال باشه. یعنی چی؟ یعنی یک سردردی که به همراه مثلا تبه، به همراه یه حال عمومی بده. این اولین نشونه‌ایه که تو باید خیلی بهش نگاه کنی و توجه کنی. دومیش چیه؟ دومیش اینه که شروع ناگهانی داشته باشه. یعنی شما الان یهو نشستی، یک سردرد وحشتناکی برای تو اتفاق میفته. این سردرد وحشتناک چند تا حالت داره. اینکه من اگه از تو بپرسم که این به سردردت از 1 تا 10 چند میدی، الان بگی 5، بعد یهو 7 و ناگهانی توی کمتر از 10 دقیقه این سردرد تو به 10 برسه، اینقدر وحشتناک بشه. این سردرد نگران کننده‌ایه که تو باید حواست بهش باشه. اما مورد بعدی، سردردهایی که به صورت ناگهانی در سنهای بالای 50 سال اتفاق میفته. یعنی هیچ وقت اون فرد سابقه سردرد خاصی نداشته، یهویی تو سن مثلا 55 سالگی سردرد پیدا میکنه. این سردردهایی که سن بالای 50 سال اتفاق میفته و ناگهانیه، باید خیلی مراقبشون باشید. که وقتی که سر درد میگیره، یه موقع ویکنس یا نامنس. یعنی چی؟ یعنی شما احساس ضعف یا بی‌حسی در هر کدوم از اندامات دستت یا پاهات پیدا بکنی. یعنی یک علائم عصبی همراه داشته باشی. مثلا یه چیز دیگهش این که بیناییت دچار مشکل بشه، ببینی داری تار میبینی، مشکل بینایی پیدا کردی، پس یک علائم عصبی همراه داری. مورد بعدی این که سردرد تو با نشستن، بلند شدن، دراز شدن تغییر میکنه، کم و زیاد میشه. این در واقع یعنی سردرد تو پوزیشناله. اینو باید خیلی مراقب باشی. و همچنین سردرد در خانم‌های باردار که به صورت ناگهانی اتفاق میفته. یه خانم بارداری که سابقه سردرد نداشته، یهو تو سن بارداری مثلا 8-9 ماهگیش یهو دچار سردردهای بی‌دلیل میشه. اینو هم باید خیلی مراقب باشی که پیگیری بکنی. همه اینها رو گفتم که بهت بگم 80-90% سردردهای ما خیلی علتهای ساده و پیش پا افتاده، مثل گرمازدگی، مثل افت قند، مثل یه عصبی شدن ساده، یا در کسایی که میگرن دارن، سردردهای تنشنی دارن اتفاق میفته. و فقط 10-20% مواقع هستش که سردرد میتونه نگران کننده باشه که من بهت گفتم که باید چه کاری رو انجام بدی. امیدوارم که از این ویدیو من خیلی خوشت اومده باشه و اگر میتونی پیج من رو سابسکرایب کن که از ویدیوهای بعدیمون جا نمونی. متشکرم.